خب اگر که خاطرتون باشه جلسه گذشته ما در مورد نحوه نصب خود هسته پایتون و ابزارهای مختصری که لازم داریم صحبت کردیم و ابزار جوپیتر نوتبوک رو گفتیم که قرار هست ازش استفاده بکنیم در ادامه در کنار پایتون و کد هامون رو در قالب اون بنویسیم و کم کم مفاهیم رو بگیم و بریم جلو. امروز به عنوان نقطه آغازین از آشنایی با زبان پایتون راجع به یه سری مفاهیم خیلی آشنا براتون به عنوان یک برنامه‌نویس قرار هست صحبت بکنیم و سینتکس و قابلیت‌هایی که داخل پایتون راجع به اونها وجود داره، از جمله بحث ثابت‌ها، متغیرها، تایپ‌های مختلفی که متغیرها میتونن داشته باشن، عبارت‌ها، استیتمنت‌ها و عملگرهایی که برای عملیات ریاضی وجود داره و از این دست موارد. خب من اسکرینم رو شیر میکنم و ادامهش رو توی حالت اسکرین شیر میریم جلو، به دلیل اینکه حالا میخوام در کنار توضیحاتی که روی مطالب میدم کدش رو هم بنویسیم و نتیجه اجرا رو هم ببینیم که تایید بکنه صحبت هامون رو. اسکرین شیر میکنم. حالا هر جایی که سوالی چیزی داشتید میتونید میکروفونتون رو روشن کنید و سوال کنید. چون صفحه رو عوض کردم دیگه چت باکس رو نمیبینم و نوشته هاتون رو قاعدتا نمیتونم بخونم. پس اگر موردی بود و خواستید اشاره بکنید، حالا سوالی چیزی داشتید یا اینکه مشکلی پیش اومده بود، وایستون رو آن کنید و صحبت کنید که من متوجه بشم. خب الان اسکرین من شیر هست. همه چیز خوبه، صدا هم میاد، مشکلی ندارید؟ خیلی خوب. بریم سراغ پس ادامه بحث. توی زبان پایتون مثل بقیه زبان‌های برنامه‌نویسی کانستنت ها وجود دارند و ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. مفهوم کانستنت یا ثابت از عنوانش مشخص هست، هر چیز با مقدار ثابت و فیکس شده ای از جمله عدد، از جمله کاراکتر یا استرینگ رو ما بهش کانستنت اطلاق میکنیم و در طول عمر برنامه مقدار این کانستنت طبیعتاً ثابت هست. کانستنت های ما میتونن دو تا نوع داشته باشن به صورت کلی، کانستنت های نیومریک یا عددی و کانستنت های استرینگ یا رشته‌ای. کانستنت های عددی که بدیهی هست، یک عدد رو نشون میدن، یک عدد دسیمالی رو نشون میدن که ما توی برنامه‌مون ازش اومدیم استفاده کردیم. مثلا پرینت 123 ثابت 123 رو با استفاده از تابع پرینت اومدیم چاپ کردیم. یا یک عدد اعشاری 98.6 که تشکیل شده از یه سری کاراکترهای رقمی و یک نقطه، باز یک نیومریک کانستنت هست که داره عدد اعشاری رو برامون نشون میده. حالا این ثابت های عددی رو ما یه جایی مثل این دوتا مثالی که اینجا داریم در قالب یک دستورالعمل یا فراخوانی یک تابع داریم مستقیما استفاده میکنیم، یا یه جاهایی توی کدمون توی انتصاب ها میایم ازش استفاده میکنیم، توی محاسبه ها ازش استفاده میکنیم. مثلا میگیم 2 ضرب در x، اون 2 یه کانستنت هست که مقدار معادل 2 رو داره توی یک عبارت ازش استفاده. کانستنت های رشته‌ای یا استرینگ کانستنت ها دنباله ای از کاراکترها هستن که با یه علامت تک کوتیشن یا یه علامت دابل کوتیشن ابتدا و انتهاش مشخص میشه. مثل موردی که حالا اینجا داریم میبینیم، گفتیم پرینت کن hello world رو که hello world یه کانستنت رشته‌ای است که با دو تا تک کوتیشن
مشخص شد. از نظر تفاوت این که حالا آیا ابتدا و انتهاش تک کوت بذاریم یا دابل کوت بذاریم خیلی تفاوتی نمیکنه، فقط بعضی وقتها ممکن هست ما بخوایم یه سری کاراکترهای خاصی رو داخل این رشته چاپ بکنیم، مثل خود همین تک کوتیشن یا دابل کوتیشن. حالا بذارید بریم توی مثال. بنویسیم و همونجا توضیح بدیم. خب من جوپیتر رو باز کردم. حالا جلسه قبل گفتیم شما میتونید از طریق آناکوندا نویگیتور باز کنید یا میتونید بیاید و از طریق کامند لاین کامند جوپیتر نوتبوک رو بنویسید و براتون این ابزار باز بشه. خب فرض کنید من میخوام یه کانستنت رشته‌ای داشته باشم، مثل چیزی که توی لکچر داشتیم میدیدیم و این رو که اجرا میکنیم میبینید معادل با این همین کانستنت توی خروجی نشون داده میشه. خواستیم بگیم که این تک کوتیشن دابل کوتیشن گذاشتن آیا تفاوتی داره یا نداره. گفتیم به صورت کلی نه نداره، ولی مثلا برای یه زمانی که شما میخواید وسط همین کانستنتتون همین تک کوتیشن هم داشته باشید. به فرض میخوام بنویسم Hello Ali's World، سلام دنیای علی. این تک کوتیشنی که این وسط به عنوان آپوستروف اومدم گذاشتم، اسم مالکیت گذاشتم، باعث میشه که همجور از رو شکلش هم دارید میبینید ساختاره دیگه کامل به عنوان یک استرینگ شناخته نشده. اینجا ابتدای رشته است، اینجا انتهاش هست و بعدش یه چیز دیگه است که اگر هم اجراش کنیم همینطور که میبینید اینجا سینتکس ارور داره ببینید. برای همچین مواقعی یا ما باید اصطلاحاً از اسکیپ کاراکتر استفاده کنیم. اسکیپ کاراکتر یا کاراکتر فرار یه دونه بک اسلش هست که من قبل از این تک کوتیشن توی استرینگ اگر بگذارم میبینید که شکلش دیگه کامل قرمز شد، یعنی کلش رو به عنوان یک کانستنت شناخته و خطا هم نمیده، عین همین کاراکتره رو چاپ میکنه. یه راهش استفاده از این اسکیپ کاراکتر است. یه راه دیگهش این هست که اگر من داخل این جمله میخوام تک کوتیشن بذارم میتونم ابتدا و انتهاش رو با دابل کوتیشن مشخص کنم که دیگه تک کوتیشنی که وسطش میذارم مشکلی برام ایجاد نکنه به این شکل، یا برعکسش فرق نمیکنه. اگر من یه استرینگی داشته باشم که وسطش بخوام یه دابل کوتیشنی با هر محتوایی چاپ بکنم، اگر ابتدا و انتهاش رو با دابل کوتیشن مشخص کرده باشم همینطور که میبینید فرمت اینجا به هم ریخته و یا باز مجبورم اسکیپ کاراکتر رو جاهایی که میخوام دابل کوتیشن چاپ بشه بزنم، یا اینکه حالا برای اینکه یکم کار خودم راحت تر باشه بیام ابتدا و انتهای رشته رو با تک کوت مشخص کنم و به این ترتیب اون دابل کوتیشن های داخلی به درستی نشون داده میشه. حالا اینجا شاید یکی دو تا دونه از این کاراکترها داریم و ضرورتش خیلی به چشم نیاد این کاری که انجام دادیم. فرض بکنید شما یه تیکه کد HTML دارید که این تیکه کد HTML تون یه سری تگا داره، هر کدوم از اونها یه سری اتریبیوت ها توش مشخص شده و مقدار اتریبیوت ها همشون با دابل کوتیشن ست شدن. اونجا دیگه تک تک اینها رو اگر من بخوام بک اسلش قبلشون بذارم خیلی کار سخت میتونه باشه. برای همین میتونم خیلی راحت ابتدا و انتهای این بخشه رو با دو تا تک کوتیشن بگذارم و تمام اون دابل کوتیشن هایی که داخلش هست دیگه نیازی بهش تغییری نداره. ولی خب در کل تفاوتی توی تعریف کانستنت های استرینگی برامون تک کوتیشن و دابل کوتیشن ابتدا و انتها نداره. یه سری کلمات رزرو شده توی
زبان پایتون مثل هر زبان برنامه‌نویسی دیگری که یک الفبایی داره، یه سینتکس مشخصی داره و یک کیورد هایی براش تعریف شده وجود داره. این کلمات رزرو شده رو قاعدتا ما میتونیم استفاده کنیم برای اهداف مختلف که از قبل برای اون کیورد مشخص شده، ولی حواسمون باید باشه که به عنوان نام وریبل یا حالا به صورت کلی آیدنتیفایر یا شناسه نمیشه استفاده کرد. کلماتی مثل class, if, for, is، نمیدونم while، true، false، and، try کلماتی هستن که هر کدوم کار خاص خودشون رو انجام میدن و اینها به عنوان اسم توی فرآیند نامگذاری شناسه ها طبیعتاً نباید استفاده بشه. در مورد متغیرها همه مفهوم متغیر رو میشناسید. یک ظرف حافظه‌ای است متغیر که شما یه نام بهش تخصیص میدید و توی برنامه جاهای مختلف از این نام میاید به عنوان اون جعبه‌ای که رزرو کردید استفاده میکنید. و چرا متغیر اسمش هست؟ به دلیل اینکه در طول عمر برنامه میتونه مقادیر مختلفی داخل این قرار بگیره. نام متغیرها توسط برنامه نویس تخصیص داده میشه، حالا با یه قوانینی که توی نامگذاری باید رعایت بکنیم. جلوتر قوانینش حالا مثل بقیه زبان‌های برنامه‌نویسی هست ولی اشاره کردیم. و توی عبارت‌ها مقادیر متغیر میتونه با عملیاتی که روش انجام میگیره تغییر بکنه. مثلا ممکن هست من متغیر x رو تعریف کرده باشم 12.2، متغیر y رو تعریف کرده باشم با مقدار 14. تعریف متغیر توی زبان پایتون خیلی دستور ویژه‌ای نداره. شما با انتصاب میتونید متغیر تعریف کنید، یعنی میگید x مساوی هست با یه چیزی، این عملگر انتصابی که اینجا ذکر میکنید مقدار ثابتی که ذکر کردید رو توی این متغیر قرار میده. یعنی میاد یک جایی توی حافظه براش رزرو میکنه به اسم x و مقداری که ذکر کردید رو بهش انتصاب میده. باز برای تعریف متغیر y به همین ترتیب، کار خاصی نمیخواد انجام بدم. y مساوی است به 14. 14 توی حافظه توی یه جایی ذخیره میشه که تحت عنوان y تعریف شد. و حالا ممکن هست توی هر لحظه شما مقدار اون متغیر هم تغییر بدید. مثلا اینجا مقدار x شده برابر با 100. اتفاقی که میفته مقدار 12.2 دیگه توی حافظه x وجود نداره، توی همون خونه مقدار 100 نوشته میشه. نکته‌ای که هست توی زبان پایتون تایپ یک متغیر میتونه در لحظه تغییر بکنه. یعنی به محض اینکه شما یک مقدار جدیدی به متغیر انتساب بدید تایپش میتونه عوض بشه و تایپش تبدیل بشه به تایپ اون مقداری که داخل متغیر نوشته شده. در ابتدای کار مقدار x 12.2 بود، یعنی یک عدد اعشاری بود، ولی الان بعد از سطر سوم x برابر با 100 میشه. هیچ خطایی هم رخ نخواهد داد، فقط نوع متغیر x عوض میشه. حالا بریم روی کد. x مساوی هست 12.2 و برای اینکه نوع متغیر x رو شما ببینید من یه سلول هم با دستور تایپ فراخوانی کردم. این سلول 8 اجرا شد، مقدار x 12.2 هست و حالا میخوایم تایپش رو ببینیم. تایپش فلوته. تابع تایپ نوع یک متغیری که بهش دادیم رو بهمون میده. حالا اگر x مساوی 100 بشه، مثل چیزی که حالا توی اسلاید دیدیم و مجددا تایپ x رو بخوایم نگاه بکنیم، اینجا تایپ تبدیل به اینت شد. باز اگر x مساوی بشه با کانستنت رشته‌ای هلو و مجددا تایپ رو نگاه بکنیم، همونطور که میبینید تایپ تبدیل به استرینگ شد.
پس برای تعریف یک متغیر ما فقط کافی است یه مقدار بهش انتساب بدیم و توی هر لحظه وقتی یک مقدار جدیدی به متغیر انتساب داده شد، در صورتی که متغیر قبلا وجود داشته باشه، مقدار جدید توی متغیر نوشته میشه و نوعش هم متناسب با مقدار تغییر میکنه. برای نامگذاری متغیرها گفتیم نیمینگ رولزی که توی بقیه زبانهای برنامه‌نویسی هم تقریبا حاکم هست اینجا هم وجود داره. اولا اینکه گفتیم نباید نام یک متغیر برابر با یک کلمه کلیدی باشه. همینطور حتما باید با یک کاراکتر حرف یا آندرلاین شروع بشه. بقیه کاراکترهاش میتونه شامل لترها، حروف، کاراکترهای رقمی و همینطور آندرلاین باشه. پس توی نام ما نمیتونیم هشتگ به فرض داشته باشیم یا نقطه داشته باشیم یا کاراکتر اولش نمیتونه کاراکتر رقمی باشه. و همینطور حواسمون باید باشه که نام‌های آیدنتیفایرها یا نام‌های متغیرها و توابع توی زبان پایتون کیس سنسیتیو هستن، حساس به حروف بزرگ و کوچیک هستن و اگر به اشتباه حالا یه جایی اسامی رو نادرست استفاده بکنیم منجر به خطا خواهد شد. مثلا اینجا من متغیر xی که تعریف کردم با x کوچیک نوشته شده بوده. الان اومدم گفتم تایپ x بزرگ رو به من بده، داره خطا میده، میگه که name error داری، نام x is not defined، تعریف نشده. توی مخصوصا برنامه‌ای که حالا یه مقدار طولانی هستن، اسکریپت هایی که تعداد سطراشون زیاده، معمولا این اتفاق ممکنه بیفته که ما اولای برنامه متغیری مثلا تعریف کردیم، حالا وسطای برنامه یا آخرای برنامه داریم صداش میزنیم، با نحوه نگارش حالا حروف کوچیک و بزرگ یا بعضی وقتا مثلا ما متغیر رو کامل کیس اصطلاحاً بهش میگن، حرف اول اسم کوچیک، حرفای وسطی رو مثلا بزرگ مینویسیم. به هر ترتیب دقیقاً باید عین همون نامی که نوشته شده بعداً هم استفاده بشه، در غیر این صورت خطای نام بهمون میده و اون متغیر انگار اصلا وجود نداره. خب نکته دیگری که توی نامگذاری ها توصیه میشه انجام بدید، هیچ الزامی نیست، توصیه است، یه حالتی حالا پترن استانداردیه، فقط هم برای زبان پایتون نیست، برای همه زبان‌های برنامه‌نویسی. یک برنامه‌نویس بهتر هست توی نامگذاری‌هاش الگوی نمونیک داشته باشه. نمونیک یعنی چی؟ یعنی یه حالت، اینجا بسته‌شو نوشتیم، مموری اید باشه یا یه جورایی خود متغیر یه هینتی باشه از معنای اون متغیر که توی خوندن برنامه قابلیت خوانایی برنامه رو خیلی بالاتر بکنه. یعنی شما روی کد وقتی نگاه میکنید نیازی به هیچ توضیح اضافه‌ای راجع به کدتون وجود نداره. با همین نامگذاری هایی که انجام میدید انگار دارید کامنت مینویسید اصلا توی کد. اگر بخوایم مثال بزنیم، این مثالی که اینجا داریم خیلی مثال خوبی هست. یه قطعه کدی اینجا وجود داره که به رنگ زرد نوشته شده. این قطعه کد دو تا متغیر تعریف کرده، یکیش اومده 35 رو داخلش ریخته، یکیش 12.5 رو داخلش ریخته و بعد این دو تا متغیر رو ضرب کرده ریخته توی متغیر جدیدی و اون متغیر آخریه رو چاپ کرده. در همین حد میشه فهمید این کد چی کار میکنه. کسی اگر متوجه میشه که این کد چی کار داره میکنه، به جز چیزی که من گفتم داره دو تا عدد رو در هم ضرب میکنه و نتیجهش رو نشون میده، به جز این اگر کسی متوجه میشه که این داره چی کار میکنه و مفهوم این کد قرار هست به صورت انتزاعی چه چیزی رو توی خروجی چاپ کنه، میتونه به من بگه. کدی است که کاملا درسته، نامگذاری انجام شده، کاراکتر اول حرف هست، بقیه کاراکترها رقم هستن، کلمه کلیدی استفاده نکرده و همه چیز درسته.
ولی نمونیک نیست. این نامگذاریه هیچ چیزی رو به ذهن آدم نمیاره که معنی این کد چی هست. شاید به ذهن برسی که خب اگر نامگذاری یکم اینا عجق وجقن دیگه، x1 q3 z 9 فلان، هیچ الگویی رو دنبال نمیکنه. ما بیایم یکم نامگذاری ها رو یواشتر انجام بدیم، ساده تر انجام بدیم. مثلا به این ترتیب بگیم a مساوی است با 35، b مساوی است با 12، c مساوی است با a ضرب در b و نهایتا c رو چاپ کن. دقیقاً منطق این کد آبی همون منطق کد زرد هست. نامگذاری یکم یه جورایی کوتاه‌تر انجام شده، با A و B و C انجام دادیم. درسته که حالا ظاهراً یه مقدار ساده تر شد کدمون، ولی همچنان منطق کد چیز دیگری خارج از حاصل ضرب دو تا عدد به ما نمیده. دو تا عدد ضرب میشه، توی خروجی چاپ میشه. حالا این C بیانگر چه مفهومی هست توی دنیای واقع مشخص نیست. ولی اگر من بیام الگوی نامگذاریم رو جوری انجام بدم که A و B و C مطابق با مفاهیمی که دارند توی برنامه نامگذاری بشن، فهم این کد رو خیلی راحت میکنه. الان کسی میتونه بگه این کد واقعا داشته چی کار میکرده؟ اون ضربی که انجام میشده چی کار داشته میکرده؟ یه نفر بگه چی کار میکرده؟ این کد سبز رنگ رو بخونید، از روش منطق کد داره چه کاری انجام میده. میکروفونتون رو روشن کنید بگید. آقای واعظی بگو، شما که میکروفونت رو فعال کردی. سلام استاد، خسته نباشید. بفرمایید سیفی بگو. میگم همین تقریبا داره هم آقای رویدل گفتم حقوق پرداختی رو میگه. حالا اون ساعت کاریش و اون حقوقی که توی ساعت میگه رو در هم ضرب میکنه، پرداختی رو حالا چاپ میکنه دیگه. بسیار خوب. پس فقط تنها با تغییر نامگذاری ما خیلی راحت میتونیم بخونیم کد رو و متوجه کامل بشیم که اصلا داره چه اتفاقی میفته، این برنامه برای چی نوشته شده. منطق همون منطق دو تا قطعه کد قبلی هست، فقط مفهوم خیلی واضح تر شد. hours میدونیم یعنی تعداد ساعات، rate دستمزد، حالا چقدر باید پرداخت بشه به ازای این کارمند یا هر کسی که داره انقدر برامون کار میکنه، میشه پی یا متغیر سومی که توی خروجی چاپ میشه. پس وقتی میگه که نامگذاری هاتون سعی کنید نمونیک باشه، معنیش این هست که خود کد بیانگر مفهوم باشه، سلف دیسکرایبینگ باشه، اصطلاحاً خودش رو بتونه توصیف بکنه و نیازی اصلا به کامنت نوشتن هم نداشته باشه. این یه توصیه است که حالا برای همه زبان‌های برنامه‌نویسی وجود داره. توی زبان پایتون هم سعی کنید کدایی که می‌نویسید این قابلیت رو داشته باشن که هم برای خودتون بعداً خواناتر باشه برنامه و هم اگر کسی دیگری خواست کد رو بخوندش. خب assignment statement یا ساختار انتصاب توی زبان پایتون حالا جاهای مختلف ممکن هست استفاده بشه. از جمله دیدیم مثلا برای تعریف یک متغیر ما میایم اینیشیالایزیشن میکنیم اون متغیر رو، یا مقدار اولیه میدیم به اون متغیر. آن چیزی که سمت راست عملیات انتصاب میاد توی متغیری که سمت چپش میاد قرار میگیره. و نکته‌ای که وجود داره، سمت چپ عملیات انتصاب حتما باید یک متغیر باشه و سمت راستش میتونه یه کانستنت باشه مثل اینجا، یا میتونه یه اکسپرشن باشه. اکسپرشن یا عبارت حاصل یه محاسبه است یا فراخوانی یه تابعیه که ما میم توی کد ازش استفاده میکنیم. مثل اینجا عبارت x به اضافه 2، هر چیزی که داخل x هست با مقدار 2 جمع میشه و توی حافظه‌ای که با اسم x مشخص هست قرار میگیره.
و نهایتا هم حالا این x رو اومدیم چاپ کرد. توی عبارت ها یا توی اساینمنت استیتمنت ها موردی که وجود داره همون چیزی که اشاره کردم، رایت هند سایدمون یعنی سمت راست این باکس زرد رنگ اینجا کشیدیم، سمت راست عمل انتصاب یک عبارت هست و سمت چپش یک وریبل هست که نتیجه این عبارت داخلش قرار هست ذخیره بشه. زبان پایتون مثل بقیه زبان‌های برنامه‌نویسی یک الگوی اولویت عملگرها داخلش وجود داره که طبیعتاً برای محاسبه عبارت‌ها از اون اولویت بندی عملگرها میاد و استفاده میکنه. برای مثال اگر ما بخوایم این عبارت رو محاسبه کنیم با فرض اینکه مقدار اولیه x 6 بوده، به این ترتیب محاسبه میشه که 1/x برابر با 14 میشه، 1/6 برابر با 14 میشه، 3/9 ضرب در x ضرب در 14 میشه و نهایتا مقدار 0/936 توی x که سمت چپ این عبارت هست قرار میگیره. بدیهی هست تقریبا میشه گفت که اگر ما از همین متغیر سمت چپ داخل بدنه اکسپرشن سمت راست استفاده بکنیم، مقدار این x هر چیزی که قبلا بوده توی محاسبه این بخش استفاده میشه و نهایتا حاصل این هر چیزی که شد آخر سر توی مقدار x به روز رسانی میشه. پس توی فرایند محاسبه این عبارت ما x رو 6 داریم میبینیم و وقتی این محاسبه تموم بشه مقدار حاصل که 936,000 هست توی مقدار x میاد و ذخیره میشه. اینجا هم همین نکته رو اشاره کرده که once the expression is evaluated the result is placed in the variable on the left side. وقتی که مقدار این عبارت evaluate شد به دست اومد، تازه آخر سر میاد مقدار نهایی توی این متغیر x قرار. خب حالا این اکسپرشن ها ترکیبی از یه سری عملگرها هستند که خب عمده این عملگرهای ریاضیاتی میتونن باشن دیگه. عملگرهای ریاضیاتی که ما توی زبان پایتون داریم شبیه به اغلب زبانهای برنامه‌نویسی هست. برای ادیشن یا جمع عملگر پلاس رو داریم، سابترکشن عملگر ماینس رو داریم، برای منها مالتیپلیکیشن یا ضرب عملگر آستریکس رو داریم، استار رو داریم، دیویژن اسلش هست، تقسیم. برای توان 2 تا استار اگر بگذاریم عملگر توان رو میسازه و ریمایندر یا باقی مانده هم عملگر درصد رو که توی بعضی از زبان ها مثل زبان سی به فرض شما باهاش آشنا هست. برای مثال نکاتی که وجود داره و خوب هست توجه کنیم بهش، مثلا عملگر تقسیم توی زبان پایتون نکته‌ای که راجبش وجود داره این هست که همیشه جواب رو به صورت اعشاری برای شما برمیگردونه، در صورتی که مثلا توی زبان مثل زبان سی یا یک زبانی مثل زبان جاوا که تایپ ها تعریف شده هستن اونجا، اسلش یا عملگر تقسیم نگاه میکنه به عملوندهای خودش. اگر هر دو طرفش عدد صحیح باشه جواب رو به صورت عدد صحیح برمیگردونه. اگر حداقل یکی از اینها عدد اعشاری باشه جواب رو به صورت اعشاری برمیگردونه. ولی توی زبان پایتون این شکلی نیست، حاصل رو به صورت اعشاری برمیگردونه. حالا چه میخواد عملوندهاش اعشاری باشن، تقسیم اعشاری انجام میده، و اگر هم
عملوندها به صورت یک عدد صحیح باشند هم باز دیدیم فرقی نمی‌کرد. حاصل یک عدد اعشاری هست. نکته دیگری که وجود داره بحث چیز رو گفتیم، توان رو گفتیم که اینجا عملگر توان رو داریم. مثلا میخوایم 2 به توان 5 رو چاپ بکنیم، کافی است 2 تا عملگر ستاره بگذاریم و توان رو برامون اعمال میکنه. مورد دیگه عملگر درصد بود که باقی مانده رو حساب میکنه. مثلا باقی مانده 24 بر اصل نباشه مثلا 5 که میبینید باقی ماندهش عدد 4 میشه. و باز راجع به درصد ما توی زبان‌های مثل زبان C درصد رو فقط روی اعداد صحیح میتونیم استفاده کنیم، یعنی هر دو طرف درصد باید عدد صحیح باشه. ولی اینجا میتونیم یک عدد اعشاری داشته باشیم توی عملوند هامون و این درصده داره کار میکنه. حالا اینکه این 39 صدمه چی هست و چطوری به دست اومده بعد ببینیم که چی رو داره حساب میکنه. ولی خب باقی مانده معمول توی ریاضیات روی عدد صحیح تعریف میشه. پس اینجا حالا شما میتونید درصد رو روی عدد اعشاری هم استفاده بکنید. حالا یکی از کاربردهاش میشه این باشه که توی محاسبه ها شاید ما رو راحت تر بکنه توی نوشتن. توی زبان C من باید حتما چک کنم که عملبندها عمل صحیح هستن، در غیر این صورت خطا میگیرم. ولی اینجا ممکنه مثلا شما داری این 24 که اینجا نوشتیم نتیجه یه محاسبه باشه که روی عدد اعشاری حساب شده و حالا درصد میتونه باقی مانده هم به درستی نشون بده، ولی خب به صورت اعشاری نشون میده که اتفاق خاصی طبیعتاً خطای خاصی نمیفته. خب ما میتونیم متغیرها و این عملگرها رو و ثابتها رو با هم ترکیب کنیم و اکسپرشن ها رو تولید کنیم. اینجا هم یه سری نمونه از کاربردهای مختلف این عملبندها و عملگرها رو دارید میبینید. مثلا اینکه متغیر دابل x مساوی هست با 2، حالا دابل x به اضافه 2 حاصلش برابر با چی میشه؟ 4 میشه. نیازی به اجرا کردن کد هم نداریم، همونجا تقریبا هستش، ولی خب یکیشون رو زدیم. یه متغیر به اسم دابل x تعریف شده و مقدار 2 ریخته شده توش، به اضافه 2 شده و چاپ شده 4. اینجا 2 تا عدد ثابت رو داریم در هم ضرب میکنیم، مقدارش رو می‌ریزیم توی متغیر y 5280 حاصلش شده. تقسیم رو داریم میبینیم که حالا 5280 تقسیم بر 1000 شده 5 ممیز 28 صدم که تأیید میکنه همون نکته که گفتیم تقسیم حاصلش اعشاری میشه. درصد باقی مانده رو حساب میکنه که گفته 23 رو بریز تو جی درصد 5 باقی ماندهش 3 میشه و 4 به توان 3 هم برابر با 64 هست که اینجا دارید میبینید. برای محاسبه عملیات گفتیم از یک جدول اولویت بندی عملگرها یا اپراتور پرسیدنس تیبل توی زبانهای مختلف استفاده میشه، از جمله زبان پایتون، که زمانی که ما ترکیب چند تا عملیات مثل این نمونه که اینجا نوشته شده رو داشته باشیم، برای ایوالویت کردن این عبارت باید از اولویت بندی عملگرها استفاده بکنیم، وگرنه سلیقه‌ای میشه دیگه محاسبه. مثلا یکی میاد میگه اول 1 رو به اضافه 2 میکنم حاصل میشه 3، 3 رو ضرب در 3 میکنم حاصل میشه 9، 9 رو منهای 4 میکنم حاصل میشه 5، 5 رو تقسیم بر 2 میکنم حاصل میشه 2 ممیز 5 دهم و بعد 2.5 رو به توان 2 میرسونم. یه نفر دیگه میاد میگه نه من اول دوست دارم 2 رو ضرب در 3 کنم، بعد میشه 6 منهای 4ش کنم که بشه 2، بعد تقسیم بر 2ش کنم که بشه 1، بعد 1 رو به توان 2 برسونم که باز حاصلش میشه 1 و نهایتا 1 به اضافه 1 حاصلش میشه
2. خب این عدم توافق بین سلایق مختلف باعث به وجود اومدن این اپراتور پرسیدنس رول یا تیبل میشه، برای اینکه او همه یکسان ارزیابی بکنن عبارات رو. قانون گذاشته شده. قانون چی هست؟ توی اغلب زبانهای برنامه‌نویسی این شکلی هست که ابتدا اولویت با پرانتزه، یعنی شما باید داخلی ترین پرانتز رو زودتر از همه پردازش کنید. بعد اولویت با عملگرهای اکسپوننشیال یا نمایی هست مثل توان. بعد اولویت با ضرب و تقسیم و باقی مانده است و بعد تازه با تفریق و جمع هست. و حالا اگر هر کدوم از این عملگرهایی که قبلا راجعشون صحبت کردیم چند تا وجود داشت، از چپ به راست اولویت بندی میشه، از چپ به راست زودتر پردازش میشه. پس توی این عبارتی که ما داریم هیچ پرانتزی فعلا نداریم، پس اولویت بعدی با عمل توان هست، یعنی اول من باید 2 به توان 2 برسونم، یعنی میشه 4. بعد اولویت با ضرب و تقسیم هست که اینجا من یه ضرب اینجا دارم یه تقسیم اینجا. کدوم رو اول انجام میدم؟ اونی که سمت چپ تر هست. اول 2 ضرب در 3 رو انجام میدم، میشه 6. بعد 4 تقسیم بر حاصل این کل این شد دیگه. این دوتا شدن الان 1. 2 به توان شدن 4 ببخشید. 2 به توان 2 رسید شد 4. حالا 4 تقسیم بر 4 میشه 1. پس این شده 6. کل این تیکه حاصلش شده 1. 1 به اضافه 6 میشه 7. باز چون جمع و تفریق اولویت یکسانی دارن، اول اونه که سمت چپ هست. 1 به اضافه 6 میشه 7. این تیکه میشه 7. 7 منهای کل این تیکه هم که شده بود 1 میشه 6. پس این قاعدتاً طبق اولویت بندی عملگرها اگر ما بیایم و x رو چاپ بکنیم، حاصلش هم طور که میبینید برابر با 6 میشه. حالا چرا 6 به صورت اعشاری نوشته شده؟ به دلیل اینکه یه بخشی از این تقسیم بوده که تقسیم حاصلش گفتیم به صورت اعشاری خواهد بود همیشه، مثل اینجا. این 4 تقسیم بر 4 که اینجا به دست اومده میشه 1/0. حالا بقیه عملبندها همشون عدد صحیح هستن، ولی چون این یه دونه عدد اعشاری بوده، حاصل کلش هم یه عدد اعشاری خواهد شد. خب اینم که همون نحوه محاسبه است که راجبش صحبت کردیم و یه مثال دیگه است که در اینجا همون رو تکرار میکنه دیگه. فکر کنم همه میدونید 2 به توان 3 اول میرسه، بعدش از بین تقسیم و ضربی که داریم اول تقسیم چون سمت چپ تر هست انجام میشه، 8 تقسیم بر 4 میشه 2، بعدش ضرب انجام میشه، 2 ضرب در 5 میشه 10 و بعد به اضافه 1 میشه 11. خب راجع به همین اولویت بندی ها گفته که حواستون باشه که این اولویت بندی ها از بالا به پایین زودتر باید انجام بشن. موقعی که کد دارید می نویسید بهتره که سعی کنید از پرانتز استفاده کنید. توی نوشتن عبارت ها بهتر هست که از پرانتز گذاری استفاده کنید، به دلیل اینکه حداقلش اگر کسی که نسبت به اولویت بندی عملگرها اطلاعات ندارد خواست بخونه کد شما رو، با پرانتز گذاری یه جورایی میتونید شفافترش بکنید و اولویت بندیه رو با پرانتز گذاری تا حدودی میتونید بهتر بیان بکنید. حداقلش اینه که یه نفر اگر اولویت بندی ها رو ندونه میاد میگه خب اینجا یه پرانتز گذاشته، بعد این تیکه کلش توی یه پرانتزه، این تیکه هم کلش توی یه پرانتز دیگه است. پس حداقلش میدونه این منهای باید آخر سر انجام بشه. حالا داخل هر کدوم از این پرانتزها که میاد میبینه این جمعه روی یکی از اینا اعمال نمیشه، باید ضرب این دوتا انجام بشه تا بعد تازه جمع رو انجام بده.
این برم همینطور. اول باید این 2 ضرب بر 2 به توان 2 انجام بشه و بعد تقسیم بشه. توی نوشتن کد هاتون اگر عبارت‌های ریاضیاتی پیچیده داشتید، سعی کنید تا جایی که ممکن هست عبارت‌ها رو ساده‌اش کنید. به عبارتی long series of mathematical operations شکسته بشن شکسته بشن به simple ones، نمونه های کوچیکترش. به جای اینکه حالا من بیام یه همچین چیزی رو بنویسم، میتونم این کار بکنم. x مساوی هست با 2 به توان 2، x مساوی هست با 4 تقسیم بر x. حالا یا با اسم‌گذاری های مختلف، لزومی هم نداره حالا اسمای یکی باشه. مثلا من اینو میذارم اسمشو a. b مساوی هست با 4 تقسیم بر a. c مساوی هست با 2 ضرب در 3. d مساوی هست با 1 به اضافه c و نهایتا x مساوی هست با d منهای b print x. دقیقا همون منطقی که قبلا داشتیم اینجا هم داره اتفاق میفته، ولی خب به شکل ساده تر نوشتیمش برای اینکه عبارت‌های طولانی یه مقدار خوندن کد رو ممکن هست سخت بکنن و از اون طرف ممکن هست توی نوشتن کد هم شما منظورتون یه اولویت بندی دیگری باشه به اشتباه که از نظر اولویت بندی متغیرها هدف شما برآورده نشه، ولی وقتی میشکنیدش به چند تا عملیات کوچیک‌تر، این اولویت بندی دیگه طبق خواست شما هست که اعمال میشه. خب توی زبان پایتون دیدیم که برای متغیرها ما مجبور نیستیم تایپ رو یک بار تعریف کنیم و در طول عمر برنامه متغیرها مجازن که تایپشون عوض بشه. اصطلاحاً زبان پایتون نسبت به تعریف نوع، نسبت به تعریف تایپ متغیر مقید نیست، ولی بعضی از زبانها به صورت قویاً مقید به تعریف تایپ هن، مثل زبان C، مثل زبان جاوا. شما توی تعریف متغیر باید اعلان کنید، بگی این اینت یا این فلوت هست این متغیر، و توی طول عمر برنامه‌تون هم هیچ موقع نمیتونید یک مقدار اعشاری توی متغیر اینت بریزید یا یه مقدار رشته‌ای توی متغیر اینت بریزید. خب این یه مزایایی داره، یه معایبی داره. مزیتش این هست که از خطاهای تایپ جلوگیری میکنه دیگه، یعنی شما خطاهای ناخواسته تایپ جلوگیری میکنه. شما اگر یه متغیر اینتی تعریف کردید و وسطای برنامه سهواً یه مقدار رشته‌ای رو خواستید داخلش بریزید، همونجا توی مرحله کامپایل بهتون میگه که این متغیر از نظر تایپ مطابقت نداره با مقداری که بهش تخصیص میدید. ولی توی زبان پایتون که آزاد گذاشته تخصیص تایپ به هر متغیر رو، خطایی شما نمیگیرید، ولی ممکنه منطق برنامه‌تون دچار مشکل بشه. مثال بخوام بزنم، حالا در ادامه هم هست ولی اینجا باز با هم بگیم. x مساوی هست با فرض کنید میخوام اسم کاربر رو از ورودی بگیرم. یه تابعی داریم، تابع اینپوت، که کارش همین هست که یه مقداری رو از ورودی میخونه. اجراش هم که بکنیم میبینید اینجا اومده یه باکسی گذاشته که شما میتونید اینجا داخلش ورودی بدید. مثلا طرف اومده 25 رو زده، الان متغیر 25 میاد میشینه توی x.
ما در ادامه کد میخوایم با این ایکس کار کنیم. مثلا چی؟ میخوام سنش رو ضرب در 2 کنم. حالا الکی میخوام ضرب در 2 کنم. y مساوی هست با x ضرب در 2 یا به اضافه 2 کنم مثلا. و نهایتا پرینت y ببخشید. میخوام سنش که 2 سال اضافه شده رو چاپ کنم. وقتی این کد رو اجرا میکنم همینطور که میبینید بهم داره خطا میده. چه خطایی میده؟ تایپ ارور داره بهم میده. دلیلش چیه؟ دلیلش این نیست که y حالا یا x نوعهاشون نمیتونن به هم تبدیل بشن. دلیلش این هست که بعضی عملگرها روی تایپ های یکسان میتونن کار بکنن، مثل عملگر جمع که اینجا نوشتیم. x درسته که از دید منطقی من برنامه‌نویس یه عدد هست، ولی از دید پایتون یه استرینگه. تابع اینپوت مقداری که در قالب اون تکست باکسی که نشون میده میگیره به صورت یه استرینگ ذخیره میکنه. حالا بذارید اینجا یه تابع تایپ رو صدا بزنیم روی x. خب الان کدمون چون خطا داشته من دوباره باید این x رو از اول بخونم از ورودی. مثلا اینجا من زدم 25 اینتر. حالا تایپش رو بخوام ببینم چیه. تایپ رو همینطور که میبینید زده استرینگ. و وقتی توی سلول بعدی من میخوام این استرینگ رو جمع بزنم با 2، اینجا میگه که من نمیتونم، به دلیل اینکه عملگر پلاس چند تا کاربرد داره. یکی از کاربرداش مثل چیزی که حالا این بالا تو عبارتهای محاسباتی نوشتیم، 1 به اضافه 3 یا x به اضافه 2 تا عدد رو قراره با هم جمع بزنیم. یه کاربرد دیگهش کانکاتنیت هست یا چسبوندن رشته ها به هم دیگه. این x اولی که بهش داریم میدیم طبق این چیزی که اینجا گفتیم یه استرینگ هست که قراره این 2 رو بچسبونه تهش، کانکت کنه این دوتا رو به هم، الحاق کنه این دوتا رو به هم. و الان به تناقض خورده. میگه یه طرفش استرینگ هست یه طرفش اینتیجر هست و من نمیتونم این کار رو برات انجام بدم. این خطاهای منطقی توی زبان پایتون ممکنه پیش بیاد، ولی توی زبان اجراش پیش میاد. ولی توی زبان‌هایی مثل زبان سی یا جاوا، توی زبان کامپایل ما مجبور هستیم اینها رو رفع کنیم. توی کد برنامه اتفاقی توی زبان اجرا دیگه خطاهای رفع شد. پس زمانی که ما از متغیرها داریم استفاده می‌کنیم باید حواسمون به این نکته باشه که بعضی از اپراتورها، بعضی از عملیات برای نوع‌های خاصی تعریف میشن که اگر بخوایم اونها رو روی 2 تا نوع مختلف اعمال بکنیم منجر به خطا میشه و خودمون باید اون رو مدیریت کنیم و چکش کنیم. خب اینجا دستور تایپ رو داره میگه که قبلا ما توی مثال هامون دیدیم و ازش استفاده کردیم. دستور تایپ همونطور که دیدیم کارش این هست که یه متغیری بهش میدیم و بهمون میگه که نوع این متغیره چی هست و همین. اوکی. راجع به کانکت هم که صحبت کردیم. مثلا اگر من یه همچین چیزی داشته باشم hello به اضافه در، اگر خروجیش رو پرینت بکنم تریپل ای همطور که میبینید hello در هست. این اسپیسی هم که بینشون خورده فکر نکنید پلاس خودش اسپیس میزنه، این اسپیسی که اینجا داریم اگر من اسپیس نذارم دقیقا این دوتا رو میچسبونه به هم دیگه. پس کانکت کردن دوتا رشته رو به انتهای رشته دوم و به انتهای اولی میچسبوندش. حالا اگر یکی از طرفین رشته نباشه به مشکل میخوره، حالا چه طرف اولش چه طرف دومش فرقی نمیکنه. بذارید انجامش بدیم. اینجا مثلا بگیم 2 رو به اضافه x بکن، باز هم همون اروره رو میده، ولی خب با یه محتوای یکم متفاوت. الان خطا
خطای قبلی رو اگر بخونید نوشته میتونیم فقط استرینگ رو کانکت کنیم به استرینگ، چون پارامتر اولش استرینگ بود. الان اینجا پارامتر اولش چون عدد هست گفته که پلاس اینت و استرینگ رو نمیتونه با هم دیگه جمع بزنه. یکم محتوای خطای عوض شد ولی باز هم همون مفهوم رو داره میگیره. این عمل جمع با دو تا عملگر با تایپ های غیر قابل انطباق قابل انجام نیست. اگر دوتاشون عدد باشن قابل انجام هست. مثلا من با یه عدد اعشاری میتونم جمع رو بزنم، مشکلی نداره. ولی اگر یه سمتش استرینگ بود یه سمتش عدد بود این کار دیگه قابل انجام نیست. خب حالا راجع به اینم که صحبت کردیم در خلال صحبت هامون که مثلا تایپ اعداد میتونه اینتیجر باشه، میتونه فلوتینگ پوینت باشه و چطوری اون مشکل رو میتونیم رفعش بکنیم؟ با تایپ کانورژن یا تغییر تایپ. اینجا من میخوام x رو مثلا توی این مثال بالایی x رو میخوام به اضافه 2 کنم، یعنی 2 رو بچسبونم ته رشته x. اگر بخوام این کار رو انجام بدم میتونم بیام این کار بکنم، بگم y مساوی هست با خب x که خودش رشته هست و 2 رو من میخوام تبدیل به استرینگ کنم. میگم فرمت استرینگ شده 2 رو جمع بزن. به این عملیات اصطلاحا میگیم کاستینگ یا کانورژن، تایپ کانورژن. و بعد y رو چاپ بکن. همینطور که میبینید خروجی شد 252 چون x مقدارش 25 بود و الان گفتیم با دویی که استرینگ شده هست این دوتا رو بچسبون به هم. به این ترتیب این دوه اومده چسبیده به آخر 25 و برعکس این هم میتونیم انجام بدیم. میخواستیم عدد 2 رو با 25 جمع بزنیم ولی 25 که داخل x هست یک عدد یک استرینگه و من میتونم با اینت تبدیلش کنم، بگم این استرینگی که داخل x هست تبدیل به یک عدد صحیح بشه و بشه مثلا 25 به صورت عددی و حالا با 2 جمعش بزنم، یا میتونم تبدیل به عدد اعشاریش بکنم با فلوت که این دفعه یه عدد اعشار بهمون میده. نکته که راجع به تایپ کانورژن بین اعداد و استرینگ وجود داره این هست که سمت استرینگ کردن، رشته کردن اوکیه، شما هر عددی بهش بدید تبدیل به استرینگ میکنه. حالا چه این عدد میخواد اعشاری باشه چه میخواد عدد صحیح باشه. ولی برعکسش ممکن هست درد سرساز بشه. مثال بزنیم، مثلا x مساوی هست با یا یه چیز دیگه z مساوی هست با 10 ممیز 223 و من میخوام یه متغیری مثل w تعریف کنم برابر است با یه رشته، حالا h که معنی نمیده، average معدل به اضافه این z و بعدم پرینت w. الان که طبیعتا خطا بهمون میده چون همون بحثی که داریم کانکت بین استرینگ و z اتفاق نمیفته. من اینو باید تبدیل به استرینگ کنم تا این کار به درستی انجام بشه. عکس این زمانیه که ما یک رشته مد نظر داریم مثل اینجا و میخوایم جمع بزنیم با یه مقداری، مثلا میخوایم 100 رو به اضافه یه z بکنیم و بعد پرینت z. الان خطا بهمون میده که گفتیم میایم این رو کانورت میکنیم
که طبیعتاً چون محتوای این رشته متناظر با یه عدد اعشاری هست، من این رو تبدیل به عدد اعشار اگر بکنم، اوکی، همه چیز اتفاق. این رو اگر تبدیل به عدد صحیح بکنم، ببینیم چه اتفاقی میفته. بگم z تبدیل به اینت بشه و به اضافه 100 بشه. همینطور که میبینید نمیتونه این کار رو انجام بده. 10-233 که به صورت رشته‌ای تعریف شده تبدیل به اینت نمیتواند بشود. در صورتی که اگر یه عدد بود میتونست این اتفاق بیفته ها. حالا اگر z یک عدد بود، عدد 10-23 بود، w مساویه، حالا این همون قبلی بنویسم، اینجا هیچ مشکلی ما نداریم. این هم بنویسیم w. اینجا ما هیچ مشکلی توی کانورت کردن نداریم. شما یک عدد فلوت رو میتونید تبدیل به عدد اعشاری بکنید. فقط مقدار اعشارش حذف میشه و مقداری که صحیح بوده باقی میمونه و نتیجه هم میبینید. نتیجهش هم یه عدد صحیح هست. 100 به اضافه 10 صحیح میشه 110. ولی اگر این مقدار به صورت رشته‌ای بیان شده باشه نمیتونید کانورتش کنید به اینت. هر کاراکتری غیر از کاراکتر رقمی اگر توی رشته باشه، مثل اینجا حتی نقطه، قابل کانورت کردن به اینتیجر نیست. پس نقطه کار اینتیجر شدن رو خراب میکنه، ولی به فلوت میتونه تبدیل بشه. و هر کاراکتر دیگری به جز ارقام و نقطه توی رشته وجود داشته باشه، مثلا یه A اینجا بزنیم، دیگه حتی فلوت هم نمیتونه بشه. و خیلی حواسمون باید باشه جاهایی که از ورودی داریم اطلاعات میگیریم، مثل اینجا که از ورودی اطلاعاتی میگیریم. اینجا حالا عمدن یا سهوا ممکنه طرف سنش رو داره وارد میکنه، یهویی دستش ناخواسته روی یه کاراکتر دیگر هم بره و مثلا این ای اینجا وارد بشه. توی ولیدیشن فرما و اینها باید اینا رو حواسمون باشه که توی منطق برنامه میتونه مشکل ایجاد بکنه. و همینطور توی کانورژن هامون به این شکل خلالی وارد بکنه. خیلی پس تایپ کانورژن یه جاهایی به صورت ایمپلیسیت انجام میشه، به صورت ضمنی. کجاها؟ مثلا وقتی که شما داری توی عبارت‌های ریاضی جمع میزنی. مثلا اینجا من میگم x مساوی هست با 10 به اضافه 11 و 5 دهم منهای 4 منهای 42 درصد 3 درصد مثلا 5 چون بود. و بعد پرینت x. توی این ما هیچ جایی صراحتاً تایپ کانورژن نداریم، ولی خب به صورت ضمنی داره انجام میشه. این عدد صحیح وقتی با این عدد اعشاری میخواد جمع بشه باید تبدیل به عدد اعشار بشه و دوتاشون با هم جمع بشن. یا مثلا این باقی مانده ای که از اینجا حساب میکنیم یه عدد صحیح میشه. عدد صحیح دوباره تفریق که میخواد بشه، چون با یه عدد اعشاری داره کم تفریق انجام میشه، خودش به صورت ضمنی تبدیل به عدد اعشاری میشه. ولی یه جاهایی مثل حالا توی این دستور که نوشتیم خودمون صراحتاً عدد رو رشته رو اومدیم تبدیل به اعشاری کردیم، یا اینجا عدد رو تبدیل به عدد رشته رو تبدیل به عدد صحیح کردیم. اینها رو میگیم explicit conversion. یه سری هاشون رو هم خود زبان implicit conversion انجام میده. راجع به اینتجر دیویژن هم که گفتیم، توی مثالمون حاصل یک عدد اعشاری خواهد شد. استرینگ کانورژن هم که دیدیم نمونه هاش رو و شرایط خطا رو هم گفتیم. اگر کاراکترهای نیومریک عددی داخلش باشه کانورژن انجام میشه. اگر حتی نقطه داشته باشه دیگه اینتیجر نمیتونه بشه، و اگر هر چیزی غیر از کاراکترهای رقمی و نقطه باشه تبدیل به فلوت هم نمیتونه بشه. و برعکسش اگر یه عدد رو خواستیم تبدیل به
معادلش کاراکتریش معادل استرینگش بکنیم از تابع str استفاده میکنیم. برای یوزر اینپوت هم باز توی نمونه کد دیدیم که از تابع اینپوت میتونیم استفاده بکنیم. تابع اینپوت یه پیغام ازمون میگیره، این پیغام رو به عنوان توضیح موقعی که اینپوت باکس رو برامون ایجاد میکنه کنارش مینویسه که همه دیدیم دیگه. این enter your age که من نوشتم همین لیبلی است که کنار اینپوت باکس وارد میکنه. حالا توی کامند لاین هم که باز شما اجرا بکنید و همین رو بنویسید، من باز یه ترمینال باز بکنم. اگر پایتون رو اینجا اجرا کنم و x مساوی اینپوت این رو صدا بزنم تا بهش رو اجرا کنم، اینجا هم باز توی کامند لاین هم میبینید یه لیبل مینویسه که همین چیزیه که به عنوان پارامتر شما بهش میدید و منتظره، کرسر منتظره که شما یه عبارتی رو حالا یا عدد یا رقم هر چیزی که هست وارد کنید و وقتی اینتر بزنید مقداری که وارد کردید اینجا، یعنی من محمد رو وارد کردم، میشینه توی این متغیر ایکسی که نامگذاری کرد. خب برای کانورت کردن ورودی کاربر هم که گفتیم چون ورودی کاربر به فرمت استرینگ گرفته میشه، زمانی که ما میخوایم یه پردازشی مثل جمع روش انجام بدیم، استرینگ جمع یعنی کانکت کردن و توی عدد یعنی به اضافه کردن. حالا بسته به نیازمون باید کانورت انجام بدیم. اگر میخوایم جمع انجام بدیم روی اینپوت، میایم این کانورتش میکنیم به عدد صحیح یا اعشاری و بعد عملیات رو انجام میدیم. و حالا اینجا هم گفته چاپش بکن print usefloor و usf. usf هم همون ورودیه که از کاربر گرفتیم به اضافه 1 کردیم. دلیلش اینه که مثلا فرض کنید داریم برای یک آسانسور کد می نویسیم، یوروپیان فلور یعنی اینکه سیستم طبقه بندی ساختمون ها توی اروپا و امریکن یو اس فلور سیستم طبقه بندی توی آمریکا. توی یوروپ فلور از 0 شروع میشه هم کف و توی یو اس از 1 شروع میشه هم کف. هم کف 1 بقیهش 2 3 الی آخر، ولی تو سیستم اروپایی از 0 شروع میشه، یعنی هم کفش 0 طبقه بالاش 1 و الی آخر. این حالا داره این رو پیاده سازی میکنه، میگه یو اس فلور رو بگیر از ورودی، مثلا کاربر زده 2 رو به اضافه 1 کن که بشه 3 و حالا توی سیستم یو اس فلور میشه طبقه 3. که حالا یه نکته کوچولو هم اینجا، نکته که نیست ولی خب فرم مختلف هست، توی تاب پرینت شما میتونید چند تا مقدار رو چاپ کنید با کاما از هم جدا کنید. مثلا اینجا من یک ثابت رشته‌ای رو چاپ کردم و یک عددی که توی متغیر بوده US floor. حالا اینو بنویسم و نتیجهش هم اجرا بکنیم. فکر کنم اینجا یه کدی چیزی داره اجرا میشه. خب US floor مثلا من میزنم یوروپیان فلورش رو میزنم 2 و چیزی که توی خروجی چاپ میشه 3 هست. 2 تبدیل به 2 اینتجر شده و بعد به اضافه 1 شده. حالا باید اگر یه چیز اشتباهی وارد بشه طبیعتا اینجا هم خطا بهمون میده چون اون کانورژن اینتجر رو نتونست انجام بده. و آخرین نکته امروز راجب کامنت نوشتن توی برنامه‌های به زبان پایتون هست.
کامنت نوشتن چیزیه که ما توی برنامه هایی که می نویسیم اغلب ازش فراری هستیم و نمی نویسیم، ولی خب یه جاهایی هم طبیعتاً برای اینکه بخشی از کد رو غیر فعال بکنیم میایم اون تیکه از کد رو به صورت کامنت در میاریم. ولی خوب هست که واقعا کامنت رو با معنای اصلی خودش، یعنی توضیحاتی که برای یک کد می نویسیم، توی برنامه داشته باشیم و ازش استفاده بکنیم. برای اینکه حالا باز اینجا من تکرار کردم، خیلی جدید نیست براتون، ولی یه یادآوری است که استفاده بکنید از کامنت برای اینکه توضیح بدیم چه اتفاقی داره داخل کدمون میفته و دنباله کدها چه منطقی رو داره، با چه هدفی دنبال میکنه. بعضی وقتها کامنت رو می نویسیم برای اینکه بعضی از لاین های کدمون رو آن و آف کنیم، خاموش روشن کنیم، ببینیم نتیجهش چی هست و در کل روند دنبال کردن برنامه رو خیلی راحت تر میکنه. من قطعه های کدرم رو با کامنت میتونم دسته‌بندی بکنم. مثلا این دوتا خطه بالاش یه کامنتی نوشتم get the name of the file and open it، اسم فایل رو بخون و بازش کن. این تیکه بعدی کدم count word frequency، تعداد تکرار کلمات داخل این متن فایلی که خوندی توی این تیکه حساب میشه. find the most common words، کلمات رایجی که توی این فایل وجود داشتن پیدا بکن و all done، کارت تموم هست. حالا این تیکه جمع‌بندی کد هست. پس با یه کامنت نوشتن تک خطی ساده من کد رو تونستم یه جورایی هم ارگنایز کنم، سازماندهی بکنم و هم دنبال کردن سیکونس کد رو راحت تر بکنم. برای نوشتن کامنت توی زبان پایتون عملگر هشتگ یا شارپ رو ما استفاده میکنیم. هر جایی که این هشتگ رو بنویسیم تبدیل به یه سطر کامنت میشه. و طبیعتاً وقتی که اجرا میکنیم هیچ اتفاق خاصی به ازای این نمیفته، فقط داره از نظر گرافیکی متنی توی کد نشون داده میشه به عنوان راهنما. حالا هر چند تا خطی که کامنت شما خواستید بنویسید به همین ترتیب میتونید بنویسیدش. یا اینکه میخوایم یه خط برنامه رو غیر فعال کنیم که باز این رو کامنت میکنیم. حالا فرقی هم نمیکنه که شما بعدش اسپیس بذاری یا بعدش اسپیس نذاری. معمولا بهتر هست که از نظر زیبایی بذاریم، ولی خب اگر هم نذاریم اشکالی نداره. کامنت ها به صورت ماهیتی توی زبان پایتون به صورت تک خطی هستن. یعنی اگر ما خواستیم یک کامنت چند سطری یا مالتی لاین بنویسیم توی زبان پایتون میتونیم به ازای سطرهای مختلفش بیایم هشتگ بذاریم. مثل یک زبان سی نیست که مثلا بگیم اسلش استار میذاریم اولش، استار اسلش میذاریم آخرش. حالا بین این دوتا هر چند تا خطی که بنویسیم تماما به صورت کامنت میشه. ولی اگر بخوایم یک کامنت چند سطری رو بنویسیم و از هشتگ هم استفاده نکنیم میتونیم از یک ساختار مالتی لاین استرینگ اصطلاحاً استفاده بکنیم. مالتی لاین استرینگ به این شکل تعریف میشه که یه سه تا کاراکتر دابل کوتیشن اولش، سه تا دابل کوتیشن آخرش و بعد حالا هر چیزی که داخل این مجموعه بنویسید به عنوان یک کامنت چند سطری براتون در نظر گرفته میشه. من برای نمونه این چیزی که اینجا نوشتیم اگر اجرا بکنید میبینید که این تیکه اولیه هیچ اتفاقی براش توی اجرا نمیفته. در اصل کامنت نیست، یعنی نگاه بکنید اینجا کامنت وقتی ما مینویسیم از نظر ادیتور هم یه رنگ متفاوتی داره، یکم ایتالیکش میکنه که مشخص هست جدایی از کده.
ولی اینها درسته که ما تصور میکنیم کامنت هستن، ولی از دید خود پایتون این یه مالتی لاین استرینگ هست که به هیچ جایی تخصیص داده نشده. یه استرینگیه که به هیچ جایی تخصیص داده نشده. پس این عملگر کامنت نوشتن نیست از اصل. این عملگر 3 تا دابل کوتیشن یه ورژن از استرینگ هست که ما میتونیم این رو برای حالا کامنت نوشتن بیایم استفاده کنیم. کارمون یکم ساده تر بشه، مجبور نباشیم اول همه اینها هشتگ بذاریم. ولی در اصل داره یه مالتی لاین استرینگ تعریف میکنه، یه استرینگ چند خطی. حالا اگر شما خواستید این استرینگ چند خطی رو توی یه جایی ذخیره کنید، میتونید به این ترتیب انتسابش بدید به یه متغیری، یا اینکه اگر خواستید کامنت باشه و هیچ اتفاقی براش نیفته به هیچ جایی تخصیصش ندید. یه مالتی لاین استرینگیه که به جایی تخصیص داده نشده، پس توی نتیجه برنامه‌تون هم تاثیر خاصی نخواهد داشت و به این ترتیب مالتی لاین کامنت برای خودتون حداقل توی کد داشته باشید. خیلی خوب، به عنوان جنبندی یه خصوصیات اولیه از زبان پایتون رو صحبت کردیم، راجع به کانستنت ها، وریبل ها، کلمات کلیدی، تایپ هایی که برای متغیرها قابل استفاده است و تایپ کانورژنی که میتونه حالا یا به صورت ضمنی یا به صورت صحیح توی عبارت ها اتفاق بیفته. راجع به اپراتورها یا عملگرها و اولویت عملگرها صحبت کردیم. دیگه خدمتون که عرض بکنم ویژگی های بعضی از عملگرها مثل دیویژن رو گفتیم، همینجور یوزر اینپوت رو گفتیم که با تابع اینپوت فراخوانی میشه و نهایتاً راجع به کامنت نوشتن توی برنامه. خب اینم که نکته خاصی نیست و انشالله جلسه آینده بحثمون رو ادامه خواهیم داد با ساختارهای شرطی و حلقه های تکرار.